که در جنگ موته است شهید می شود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مدینه نشسته، به اصحابش میگویند عبدالله ابن رواحه شهید شد. این شاهدی را رسول خدا به اصحابش میدهد عبدالله ابن رواحه شهید شد. در یکی از غزوات پیش از این که به غزوه برود، زنش نشسته است. عبدالله ابن رواحه می آید، سر خود را به آغوش زن خود میگذارد، شروع میکند به گریه کردن. وقتی عبدالله گریه میکند، زنش این حالت را میبیند، زن هم شروع میکند به گریه. عبدالله سر خود را بلند میکند، از زنش پرسان میکنه ما یبکیکی، چی تو را به گریه انداخت، چرا گریه میکنی؟ زن عبدالله فرمود که من شما را دیدم که گریه میکردین، من هم گریه